این تستای مفت کنکور رو از دست ندیا. گفته ما یه تابع خطی داریم که در هیچ نقطه‌ای با این خط برخورد نداره. همینجا ترجمهش کن. چه زمانی دو تا خط با هم دیگه برخورد میکنن؟ زمانی که با هم دیگه موازی باشن. که این موازیان شیبشون باید برابر باشه. شیب اینجا که m، شیب این میشه -3 به روی -2 یا همون 3/2 خودمون دیگه. یعنی این برابر است با m. حالا بیا این ضابطه رو برای من بنویس. تابع f(x) که ما داریم برابر است با 3/2 x به علاوه h. حالا f-6 رو میخواد، یعنی اینجا h مجهوله، ما باید پیداش کنیم. از چی استفاده کنیم؟ از این دوتا اطلاعاتی که به ما داده. بیا جاگذاری کن. f2 برابر است با 2a منهای 1. 2 رو بذار توی این ضابطه، میشه 3 به علاوه h برابر است با 2a منهای 1. حالا یه ضابطه دیگه هم به ما داده که ما از دستگاه این رو حل کنیم. اینجا f1 منهای a رو باید بذاریم، یعنی 3/2 1 منهای a به علاوه h برابر است با 2. این معادله رو اگه بیای حل کنی میفهمی که h میشه 14 و آت میشه 9. حالا f-6 رو میخواد. -6 رو اینجا میذاری، میشود -9 به علاوه 14 برابر است با 5. گزینه 1 رو میزنی، میری تست بعدی.